آقای جعفری خیلی خوش اومدید. روحانی اونجا تردد دارن یا زندگی میکنن. خیلی از دوستانم واکنش نشون دادن مگه دور هم جمع نمیشن. من گفت دست دولته، من این قسمتش متوجه نشدم. خواننده و نمیدونم نورپردازی آنچنانی و بزن و برقص. آقای جعفری یه مقدار از این مجموعه پرحاشیه برامون بگید که اسمش هم نیاریم بهتره. فصل سوم کافیکست با حمایت تیم نوی پروداکشن ساخته شده که کارشون تولید محتوا و تبلیغات تو صنعت هورکاست که این برنامه هم ساخته این تیم خلاق و خفنه. ما راههای ارتباطی با این تیم رو براتون میذاریم تا اگه خواستید باهاشون ارتباط برقرار کنید. سلام و درود. خوش اومدید به یک دیگه از قسمت‌های پادکست کافیکست. ما امروز یه مهمون خیلی ویژه داریم، کسی که میتونم بگم اکثر کسایی که تو صنعت قهوه و کافه‌داری ایران فعالن ایشون رو میشناسن. سالهاست مدرس و معلم خیلی از باریستاها بودن و چند وقتی هم هست که نایب رئیس اتحادیه کافی شاپ و تهران هستن. آقای جعفری خیلی خوش اومدید. سلام اومن جان، خیلی ممنون از دعوتت. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و امیدوارم که یه برنامه خوب که علاقه‌مندان که تو حوزه قهوه دارن فعالیت میکنن مورد پسندشون قرار بگیره. این گفتگوی زیبا با شما. افتخار دادید علی آقا. آقای جعفری اولین فنجون قهوه‌ای که نوش جان کردید رو یادتونه؟ اولین فنجون قهوه‌ای که بله یادمه، کنم سال 69 بود. کجا بوده؟ توی شهرک غرب. اولین کافی شاپی که شروع کردم کار کردن کافه بلوط، کافی شاپ بلوط که الان رستوران شده فکر میکنم، توی گلستان، افتتاحیه گلستان، که من شروع کارم از اونجا بود. اولین قهوه‌ای که خوردید چه حال و هوایی داشت براتون؟ چه حسی داشت؟ خیلی چه بد بود. ریاکشنی داشتید نسبت بهش؟ خیلی بد بود. میخواستم که در اصل حالا خودم رو تو اون جایگاه قرار بدم که خیلی خوبه، خیلی جذابه، ولی واقعا یه نسکافه تلخی خوردم، چون که اون موقع قهوه به این معنا نبود که حالا ما بگیم اسپرسو یا قهوه‌ای تخصصی حالا به این صورت ارائه میشد. بیشتر نسکافه بود و یعنی اینستنت کافی بیشتر توی کافه ها و هتل رایج داشت و بعد حالا یه جاهایی هم که قهوه فیلتری هتلی و معمولا هم خیلی کافه ها قهوه ترکشون اگه خوب بود دیگه یکی از بهترین کافه ها بودن. اگه اون لرد و اون فنجون برمیگشت و اون در اصل نقش و نگاری که داخل فنجون بهتر شکل میگرفت، اون کافه ها دیگه کافه های خوب بودن دیگه. معیار اصلش یعنی عطر و طعم و تست و اینا نبود. برای من میگم اون لحظه خوب نبود، ولی خب دوست داشتم که ادامه بدم. آره نه کافه خودمون، یعنی من داشتم کار میکردم تو اون کافه. آره بعد عادت میدادم خودم و باعث شد که دیگه بیشتر به قهوه علاقه من بشم. خیلی عالی. ما اولین سوالمون از شما اینه که چه زمانی وارد صنعت قهوه شدید، ولی میخوام یه مقدار برگردیم عقب‌تر که تحصیلاتتون چی بوده، چون من یه چیزایی توی اینستاگرامتون دیده بودم که شما عکاس بودید یا خبرنگار فوتبال بودید. یه مقدار برامون از گذشته بگید که چی شد که اومدید سمت صنعت قهوه؟ بله من که خب صنعت قهوه اصلا خیلی پایین اومدم، یعنی تو حوزه کافه سن 13-14 سالگی تو این از فعالم، ولی در کنار اون حالا بعد از چند سالی که خب من سیکلم رو گرفتم ترک تحصیل کردم و تصمیم گرفتم که کار کنم. بعد از اون که از کار کردم علاقمند شدم به بحث حالا اون تازه شروع کامپیوتر و نمیدونم برنامه نویسی و اون برنامه‌هایی که در اصل حالا میتونستیم توی کار گرافیکی انجام بدیم علاقه‌مند شدم. رشته گرافیک کامپیوتری رو تو هنرستان ادامه دادم. بعد توی دانشگاه شبکه خوندم. الان هم دارم کارشناسی در از تبلیغات رو دارم، در از یه ترم آخرمه امسال. خیلی عالی. حتی توی بحث عکاسی و خبرنگاری هم با توجه به اینکه خب من دوستان خیلی زیادی توی حوزه
ورزش داشتم و دوست داشتم همیشه در کنار اینا باشم، علاقه‌مند شدم که برم حالا توی بحث عکاسی که دوستان خوبی که توی این حوزه عکاسی داشتم، عکاسای خوب قدیمی ورزشی، کمک کردن که این حرفه رو یاد بگیرم. حالا تجهیزاتش رو تهیه کردم و حدود 15 سالم کنار ورزش بودم. فکر کنم خیلی حرفه‌ای هم این کارو انجام میدید، یعنی توی دل داستان بودید دیگه فکر می‌کنم. حالا نمیتونم بگم حرفه‌ای، ولی خب با حرفه‌ای‌ها بودم. یعنی با حرفه‌ای‌ها آره، با خب عکاسای خیلی خوب، آقای امان الله دوستان خوب منه و خیلی به من کمک کرد تو این حوزه و خب چند تا خبرگزاری مشغول بودم. از البرز ورزشی شروع کردم، آقای رضا اسماعیلی خب اون موقع در اصل البرز ورزشی داشتن، از اونجا شروع کردم و خب یه مدت کار خبری هم انجام میدادم، ولی علاقم بیشتر به بحث عکاسی بود که خب اکثر رویدادهای مهمم بودم، یعنی چه داخلی چه خارجی، چه حالا اون مسابقات مهم و معمولا حضور داشتم. بعد چی شد که این حوزه رو گذاشتید کنار و وارد صنعت قهوه شدید؟ گفتید که از 13 14 سالگی بودید، شد که حرفه‌ای‌تر اومدید این سمت؟ ببینید ما خب دقیقاً سال 90 بود اگه خاطرم دقیق باشه، خب یه خورده بحث قهوه اصلا تو دنیا یه موج جدیدی به هر حال شروع شد و بحث قهوه تخصصی خیلی مطرح شد و توی ایران یه خورده دیدیم که فضا فراهم نمایشگاه‌های خوبی برگزار شد. من دوباره تمرکزم رو گذاشتم روی بحث قهوه. یعنی واقعیتش من از یه تایمی به خاطر یه شرایطی که حالا برای خودم به وجود اومده بود، از صنعت قهوه خودم کنار کشیده بودم. حالا بیشتر رستورانداری کردم تو اون مقطع که کار خبرنگاری هم انجام میدادم، یه 7-8 سال کار رستورانداری کردم، ولی خب کافه هم خب بود دیگه. از سال 98 میلادی که الان 27-8 ساله که به هر حال کافه بود خیلی، ولی میگم تمرکزم روی کافه در اصل نبود. ولی از سال 90 که این موج شروع شد دوباره دیدم که واقعا الان بحث باریستاها، بحث جایگاه قهوه ایران نیاز داره که یه تنوعی توش ایجاد بشه. خانه باریستای ایران رو تأسیس کردیم. خب از همون اولم تمرکزم این بود که با وجود این که خب اساتید بین‌المللی دنیا مطرح بودن، از طریق اونا دعوت بکنیم، ایونتایی بذاریم، ورکشاپایی بذاریم، مسابقات اینجا برگزار بشه، که دیگه دوباره توی بحث قهوه دیگه این سری خیلی عمیق‌تر فعالیت کردم. توی این مدتی که تو این صنعت فعالیت داشتید آقای ظفری، سخت‌ترین لحظه‌ای که توی این مسیر تجربه کردید چی بوده؟ ببینید سخت‌ترین مسیر که خب توی این، یعنی سخت‌ترین لحظه‌ای که توی این مسیر طی کردم این بود که خب ما قبلا بحث اصلا اسم کافی شاپ برای ما توی یعنی کشور هنوز یه اسم رسمی نبود. من خاطرمه که یه روز اون اوایل کافم 2-3 سال بود که کافه پاییز رو راه اندازی کرده بودم، یه طرحی توی مملکت در اصل داشت اجرایی میشد که به عنوان قهوه سرا، یعنی کافه ها رو بیارن اسمشون رو عوض بکنن، کافی شاپ بشه قهوه سرا. منم تازه حدود 6 متر تابلو زده بودم سردر مغازه و یه تابلو خیلی هم هزینه کرده بودم. اون موقع از این تابلوی فلزی مد بود، اگه نمیدونم خاطرتون هست یا نه. بعد نمیشتم کافی شاپ پاییز 90 داشتن، کافه هم نمیذاشتم بزنیم. کافی شاپ دیگه ما در حال با 1000 جور مشکلات زده بودیم که اینا حالا دوستان نیروی انتظامی و شهرداری و حالا طریق اتحادیه تابلوی من از طبقه دوم پرت کردم. با این احساس کردم که اصلا واقعا خودم خورد شدم، خودم شکستم. از اون موقع تصمیم گرفتم که یه خورده بیام و نگاهم به همکارای خودم بیشتر باشه، یعنی خیلی بحث یعنی که بخوام تک روی یا به فکر خودم تنها باشم دیگه اصلا از اون موقع از من دور شد. یه خورده بهم برخورد واقعیتش و خدا رو شکر حالا بعد از چند سال ما تونستیم رسته کافی شاپ رو
توی کشور در اصل قانونیش بکنیم. بعد یواش یواش کافی شاپ‌های خوب و به حال فضای شهر تغییر کرد و دیگه این حساسیتی خورده از بین رفت. ولی خب این مسائل در اصل حال حساسیتایی که توی این حوزه بود بیشتر میگم باز اذیت هم می‌کرد. یکی از کارهای مهم شما آقای ظفری مدرسه قهوه ایرانه و میخوام بدونم این ایده از کجا شکل گرفت؟ چی شد که به سرتون زد مدرسه قهوه ایران رو تأسیس کنید و بگید که چه تعداد نفر رو آموزش دادید؟ بله عرض کردم بحث همون موجی که میگم توی اوایل سال 90 اتفاق افتاد. خب من این کمبود رو توی در اصل جامعه احساس کردم. خب ما اون موقع همه کافی من بودیم و در اصل خیلی به اسم باریستایی اصلا آشنا نبودیم و اتفاقاتی که افتاد خب بحث شبکه‌های اجتماعی، بحث رسانه‌ای هم به این صورت نبود. یعنی اتفاقی که توی دنیا میافتاد شاید ما 4-5 سال 10 سال بعد از اثراتش توی کشور می‌دیدیم. بعد خب خودم هم توی این حوزه علاقه‌مند بودم که هم به روز باشم هم ارتقا بدم. خب من سال 81 بود فکر کنم خب اولین سایت در اصل قهوه و کافی شاپ ها توی ایران راه اندازی کردم به نام coffeeshop.com. یعنی دوست داشتم که همیشه یه مسیر در اصل رو به جلویی رو داشته باشیم، به روز باشیم و بتونم حالا اطلاعاتی که داریم و به اشتراک بذاریم. و خیلی محدود بود بحث فضای اینترنتی هم خود تو کشور. بعد دیگه دیدم که خب فضا مهیاست با استادای مطرحی که خب به هر حال دعوت کردیم توی این نمایشگاه‌ها یا توی این ورکشاپ‌های ما شرکت می‌کردم. ما مشورت گرفتم و تصمیم گرفتیم اول خانه باریستای ایران راه اندازی کنیم. خانه باریستا که استارت شد با یعنی بازخورد خوبی روبرو شد. خیلی‌ها اومدن توی این کلاس‌های ما شرکت کردن و رفتیم که برای اسمش رو ثبت بکنیم که یه خورده قانونی‌تر کار رو پیش ببریم. خودم خیلی دوست ندارم که بخوام یه کار نصف نیمه‌ای رو انجام بدم که مشکل خوردیم نتونستیم اسمو ثبت بکنیم که مدرسه قهوه ایران رو پیش بردیم. تا الان هم حدود 35,000 نفر ما تا اواخر سال 403 آموزش دادیم و فکر می‌کنم یعنی به صورت غیر مستقیم بالای 100,000 نفر از مجموعه ما به هر حال ایده مجموعه ما توی این صنعت دارن کار میکنن. از چه مدتی نایب رئیس اتحادیه شدید؟ الان 4 ساله. 4 ساله که نایب رئیس اتحادیه هستید. تو این 4 سال بیشترین دغدغه و بیشترین شکایت کافه دارا به نظرتون چی بوده؟ ببینید حالا یه پیش زمینه من اصلا در مورد اون اتحادیه عرض بکنم. ببینید اتحادیه ما قبلا خب حالا دوستانی که توی رأس کار بودن زحماتش خودشونه کشیده بودن ولی خیلی کارایی نداشت. یعنی اتحادیه ما اصلا یک اتحادیه خنثایی بود و هر اتفاقی هم که میافتاد خب مسلماً کافه دارا و حالا صاحبان کسب و کار توی حوزه قهوه و کافه خیلی آسیب میدیدن و این مسئله باعث شد که خب من خیلی مصر بودم که حتما توی این بحث حضور داشته باشم و وقتی هم که ما شروع کردیم خب خیلی امید نداشتن که اصلا تغییر تحول توی اتحادیه به وجود بیاد. حالا شما خودتون هم بارها تشریف آوردین اتحادیه ما واقعا نمیذاریم یعنی کار ارباب رجوع کاری که در اصل متصدی کافه کار همکارام رو زمین بمونه. یعنی تا اونجایی که یعنی قانون دستمون رو باز بذاره کاراشون رو رفع و رجوع میکنیم و اصلا اونقدر تمرکزمون اینه که کار همکارامون روتین و بدون چالش پیش بره. حتی توی مقاطعی خب ما تو کشور یه سری چالشایی داریم که خب یه سری طرح‌ها داره توی کشور اجرا میشه. حتی تو اون مقاطع ما باز کنار همکارامون بودیم و خیلی صداشون در نیامد. یعنی خیلی اعتراض اونجوری نبود که از عمل کرده ما بخوان در اصالت توی اتحادیه بخوان مراجعه کنن یا بخوان شکایت داشته باشن. بزرگترین موضوع که هست الان برای کافه دارا بحث همون مالیات در اصل ضریب مالیاتیشونه که خیلی داره اذیت میکنه. ما همه جا اینا مطرح کردیم ولی خب یه کار یعنی چند تا
ارگان چند تا سازمان باید روی این نظر بدن و داریم الان تلاشمون رو میکنیم که از طریق بخش معاون اقتصادی ریاست جمهوری این کار رو پیش ببریم، ببینیم میتونیم انشالله بازخواهی میکنم ببینیم میتونیم انشالله این بحث رو رفع و رجوع بکنیم یا نه. بعضا هم حالا یه سری مشکلاتی که توی اون عنوان صنفیشون دارن مراجعه میکنن، ولی خدا رو شکر که خورده اون آرامشه توی محیط اتحادیه بوده. حالا به هر حال ما سعی کردیم که وظیفمون رو نسبت به اعضامون درست انجام بدیم. منظورتون از عنوان صنفی چیه؟ که همون رسته‌ای که هستش، یعنی مثلا بعضا میگن ما آب میوه بستنی بگیریم. خب الان میبینی یه سری کافی شاپ ها هستن که عنوانشون آب میوه بستنیه، یکی ها هستن مثلا کافی شاپ، یه سری هستن در اصل به صورت تیک اوی دارن کار میکنن، یه سری قهوه‌ای کافه‌های سیار هستن. عنوان اون که حالا بعضن بخوان این بحث مالیات هم چالش براشون ایجاد نکنه، بیشتر مراجعه الان اینجوریه. یعنی ما بحث اون صدور پروانه کسب هم که توی سریع‌ترین حالت داره اتفاق میفته، مگر اینکه چالش بهداشت یا حالا ارگان‌های دیگه یا اسمشون مثلا الان مشکل داشته باشه بخوان درگیر اون باشن رفت آمد بکنن. ولی ما توی اتحادیه توی یک هفته هم پروانه کسب دادیم. خب یه سری از مجموعه هستن، من سوالم این شکلی بود که بیشترین دغدغه و بیشترین شکایتی که میاد به سمت اتحادیه چیه؟ خب طبیعتاً برعکسش هم هست دیگه. شما هم به عنوان نایب رئیس اتحادیه و اتحادیه آب میوه و کافی شاپ یه سری شکایت و یه سری تخلف از مجموعه ها میبینید. این شکایت شما در واقع از مجموعه ها چیه؟ یه سری از مجموعه هستن خب دارن درست کار میکنن، اونا که جای خود داری. یه سری از مجموعه هم هستن قبلا هم خودتون اشاره کردید که تخلف میکنن، قوانین رو رعایت نمیکنن. اینا رو شما چه شکایتی ازشون دارید؟ ببینید ما حالا خدا رو شکر توی حوزه کافه، خب یعنی توی کافی شاپ های ما واقعا این درصد تخلف ها خیلی پایینه. یعنی اصلا حالا شاید یه خورده اسم کافی شاپ یا اسم کافه توی کشور یه خورده یعنی خیلی چجوری بگم بولد شده و هر اتفاقی که تو جامعه میفته سوق داده میشه سمت کافی شاپ کافه، ولی قطعا اینجوری نیست. یعنی یه سری صنوفی هستن که به اسم حالا اون تایتل کافه رو میان توی سردر مغازه‌شون میزنن یا از عنوان کافه استفاده میکنن، ولی در اصل کافه نیستن، یا قهوه یعنی سفره خونن، یا یه واحدایی که اصلا پروانه ندارن یا مسائل این چنینی. و ما مجبوریم که خب اینا رو بازخواست میشیم، باید جواب بدیم. و بعضا هم خب مسائلی که اتفاق میفته تو بازدیدایی که صورت میگیره میبینیم مثلا اینا دارن خب دیجی دارن، نمیدونم موسیقی زنده دارن، نمیدونم نور پردازی آنچنانی دارن، ولی قطعا از مجموعه کافه نیستن. شما الان توی سطح شهر همین الان تو همین منطقه شاید 1000 تا کافه باشه، ولی کدومشون اصلا اون فضاها رو دارن؟ شما هم واردشون میشین، یه دستگاه 4 نفر دارن اونجا کار میکنن، یه دیسپلی 4 تا شیرینی و نوشیدنی و یه موسیقی در اصل ملایم و به هر حال این اتفاقات هست. ما میگم از کافه ها تو این 4 سال چیزی که ندیدیم و سعی کردیم حالا بعضا یه سریا شاید توی موج این بحث ترند شدن حالا موضوعاتی که توی فضای مجازی دیدین دیگه، یه سری اتفاقات میفته که یه کافه خیلی زود بولد میشه، شاید تو مسیر قرار گرفتم بهشون توصیه کردیم که خیلی هیجانی نکنن، خیلی سعی نکنن که الگو برداری کنن که قطعا به ضرر خودشون میشد. بابت پلم شدن کافه ها چه کاری انجام دادید آقای ظفری؟ ببینید بابت پلم کردن کافه ها خب این اصلا موضوعیه که در اختیار اتحادیه نیست. یعنی طرحهایی که اماکن یا حالا ارگان‌های امنیتی توی بحث نظارتی میذارن توی مقطعی یه سری حساسیت ها دارن. حالا یه چیزی ترند میشه، یه اتفاقی توی جامعه میفته، یه چیزی حالا مد میشه، تو اون مقطع یه سری طرحهایی دارن که میان حالا با کافه ها برخوردهای حالا سلبی هم شاید صورت بگیره، ولی باز ما میگم یعنی تو این مسیرم
اکثر کافه هایی که در از پلم میشن قطعاً به صورت شاکی خصوصی اتفاق میفته. یعنی الان اونایی که تو اتحادیه ما مراجعه میکنن میبینیم که یه کسی یه اتفاقی براشون رقم زده که یعنی خود اون نیروی حالا اماکن یا حالا از ارگان‌های دیگه رفتن برای نظارت، از یه جای دیگه آب خورده. یعنی خود اون واحد طبع مثلا که اتفاقات بروز خودش اینجوری نشده. یعنی خود اماکن هم یه سری طرح‌ها میذاره و خود اماکن هم وارد قضیه میشه. یعنی فقط این شکلی نیستش که از نفرات این سمت و اون سمت یه اتفاقی بیفته. نه ببینید اماکن طرح‌ها میگم ببینید ما خب من الان حدود 30 سال خودم کافه دارم. خب تو این 30 سالم خب چون یه کافه‌ای داشتم که روتین یعنی در از تمرکزم فقط به بحث اون خدماتی بود که میخواستم بدم در از اتفاق میافتاد. تا الان چالش یعنی خیلی بدی با اماکن نداشتم. حالا درسته من 4 سال تو اتحادیه ام، حالا شاید خیلی فکر کنن که به خاطر این موقعیت صنفیمه، ولی این که میگم کافه هایی که توی حالا مثلا خیابون ایران شهر میان این اتفاقات میفته، این طرحیه که بعضا به خاطر مسائلی که میگم توی جامعه حالا اتفاقاتی که ما از 401 داریم تجربه میکنیم بعضا میاد. ولی الان واقعا خود اماکنم یعنی این مسائل خیلی تخصصی داره بهش نگاه میکنه. من خیلی نمیبینم مثل سالهای حالا مثلا همون اوایل 401 بیومدن مثلا خیلی تهاجمی با یک کافه برخورد میکردن یا تند برخورد میکردن، خیلی سلبی بود نبود. ولی خب میگم این بعضا این طرح‌ها به خاطر مسائل حالا امنیتی و مسائل، خب میدونی من توی ویدیویی هم که چند روز پیش در از توی پیج خودم هم گذاشتم این مسئله رو مطرح کردم. یعنی ما توی 40 سال چالش‌های زیادی توی بحث کافه داری داشتیم دیگه. یعنی هر اتفاقی که توی کشور افتاده یه ترکشش به صنف کافه خورده. ولی خدا رو شکر میگم الان خب فضا تغییر داره میکنه، تغییر کرده. من چیزی که دارم احساس میکنم میبینم فضا تغییر کرده، ولی این تغییر فضا نباید یه جوری توی جامعه جا بیفته که حالا فکر کنن که کافه مثلا جای نمیدونم دیجی و جای نمیدونم نوشیدن مثلا حالا یه سری نوشیدنی غیر مجاز و مسائل این چنینیه. شما الان تمام برندهای دنیا رو هم ببینین که حالا اصلا من توی جلسه‌ای که دو روز پیش توی حالا این بحث مسائل صنفی بودم، جلسه خیلی مهمی هم بود، اونجا گفتم اصلا شما فکر کنین که ما غربگرایی کردیم. ما الان بزرگترین کافه های دنیا استارباکسه که شما آمریکاییه یا تیم هورتون تو کانادا، اینا هیچ کدومشون توی کافه هاشون یعنی یه چیکه نوشیدنی غیر مجاز سرو نمی‌کنن. ما اصلا تمرکزمون این نیستش که واقعا ما فقط می‌خوایم یه محیطی داشته باشیم که حالا با یه المانی که به هر حال اون کافه دار میاره و با اون کانسپتی که داره بتونه یه خدمات شایسته به اون مخاطبش بده. و این اصلا دنبال این نیستیم که بعد کافه ها معمولا همشون دیده انتظامی دارن، خیلی جای بسته نیستن، یعنی فضاهاشون فضاهای خیلی کور نیست. به هر حال توی خیابون شما میبینیم تا انتهای کافه هم میتونین رصد بکنین. و این مسائل داره یه خورده بحثش مرتفع میشه، نگاه داره تخصصی تر میشه، داره یه کارگروهی شکل میگیره که به عنوان اینکه پدیده کافه نشینی داره توی کشور خب خیلی بولدتر میشه، خب نیازمند یه تحلیل و بررسی بیشتره که داره اتفاقات خوبی پیش رو داریم به امید خدا. با توجه به حرفایی که خودتون زدید و خودتون هم مجموعه دار بودید و خیلی چیزا رو تجربه کردید، به نظر شما آینده قهوه و کافه داری تو ایران رو چجوری پیش بینی میکنید؟ با توجه به همه حرفایی که زدیم و از بابت دیجی گرفته، قوانین کشور گرفته و این کارگروهایی که داره ایجاد میشه گرفته. ببینین اینو چند بخش میشه حالا در موردش صحبت کرد. بخش اول که اگه بخوایم موج سواری کنیم آینده
قهوه و کافه کفشر خب خیلی به نظر من دچار چالش خواهد شد و اصلا از اون مسیر و از اون رسالت و از اون چیزی که تو این 2 دهه زحمت کشیده براش خارج خواهیم شد و این اصلا اتفاق خوبی نیست. ولی اگه بخواد روی هر چیزی جای خودش قرار بگیره، ببینید من اصلا مخالف رقص و آواز و نمیدونم مسائلی که حالا توی اجتماع یا مقایسه میکنم با کشورهای دیگه نیستم. من شخصا خودم مخالف هیچ کدوم، مثلا یعنی در جایگاهی هم نیستم که نه مخالف باشم نه بگم حالا موافقم. ولی اینکه حالا اونا هم جای خودشون باید باشن، اگه قرار باشه یه اتفاقی بیفته یعنی اون مسیرشون رو جدا کنن. ببینید صنعت یعنی کافه داری و حالا بحث صنف قهوه و کافی شاپ تا اینجا دچار 1000 مصیبت و مشکل بوده تا همین الانی که ما داریم. حالا 1-2 ساله داره یه ذره نفس میکشه، یه ذره کافه های خوب دارن توی کشور ظهور میکنن، یه خورده برندا دارن جایگاهشون رو پیدا میکنن، یه خورده بحث قهوه تخصصی داره توی حالا برای اونایی که علاقه‌مند به قهوه هستن داره رشد میکنه. خیلی هزینه شده تا اینجا رسیده و تازه داریم توی مقطعی که میخوایم پوست بندازیم و اصلا کافه ها شکل بهتری بگیرن بیایم یه داستان دیگه ای را درگیر بکنیم با کافه. فکر کنم اون موقع آسیبونه. ولی اگه توی بخش دوم اگه با همین روال برندا رشد کنن، اصلا توقع نداریم که برنده خارجی بیان، نه همین برنده‌ای که داخلی داریم به واقع خودشون میتونن تو دنیا مطرح باشن. حالا خود شما هم به هر حال دیدین و این هزینه هایی که توی این برندا شده، کانسپت هایی که دارن، لوکیشن هایی که دارن، هزینه هایی که در اصل برای حالا مواد اولیه‌شون میکنن، فکر می‌کنم تو دنیا بی‌نظیر باشه. اگه به این شکل صورت بگیرید ادامه دار باشه، یه سری از کافه‌های لوکال و یه سری از کافه‌های دیگه هیچ کانسپتی ندارن، فقط تمرکزشون بود که یه جا باشن و 4 تا میز و صندلی داشته باشن و یه سرویس معمولی بدن، قطعا جایگاهشون از بین خواهد رفت و یعنی در آینده فکر میکنم اتفاق خوبی توی این حوزه بیفته. هم توی بحث کیفیت قهوه‌مون که کارخونه‌های قهوه‌مون الان دارن خوب ظاهر شدن، خوب دارن عمل میکنن و تو بحث کافه هم فکر میکنم که با همین فرمونبری موفق بشیم. ولی اگه دوچار تغییر بشیم نه. شما خودتون هم فکر کنم دارید وارد بحث تولید و یک کارخونه اینا استوری میکنید، الا کارخونه آرگو درسته؟ بله. خب این ما خیلی سال بحث قهوه رو داریم، هم کارگاهشو داریم، رست میکنیم، فروش هم داشتیم، یعنی داریم الانم. ولی خب الان داریم به صورت حالا صنعتی تر مجموعه رو پیش میبریم. الانم آماده استارتیم، ولی خب با توجه به موضوعاتی که الان توی بحث قهوه سبز هست و بحث دلاره و اصلا خیلی جرئت نمی‌کنیم استارت کنیم، واقعا استاپ کردیم ببینیم که حالا توی 1-2 ماه آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. حامی رسانه کافیکه است، برند نیلا کاپه که کارشون طراحی و تولید لیوان‌ها و هولدرهای بیرونبر برای کافی شاپ هاست که خیلی از کافی شاپ ها رو دارن ساپورت میکنن و محصولاتشون رو تولید میکنن که از نظر بهداشتی و کیفیت چاپ هم واقعا تو کارشون بی‌نظیرن. ما راههای ارتباطی با این برند رو براتون میذاریم تا اگه خواستید بهشون یه سری بزنید. این فصل یه حامی خلاق و خفن دیگه هم داره که با وجودشون این برنامه زیباتر شده. استودیوی نومو، استودیوی ایده پردازی، طراحی و تولید گیفت‌های اختصاصی و منحصر به فرد. اونم نه هر گیفتی که بتونید تو بازار پیدا کنید، گیفت‌های خیلی خفن و منحصر به فرد. خیلی از افرادی که الان تو صنعت قهوه هستن، حالا یا باریستان یا کافه دار هستن، تحت آموزش شخص شما یا مدرسه قهوه شما بودن. به نظر شما یه باریستا یا کافه دار موفق باید چه ویژگی داشته باشه؟ این بحث این که یه باریستا حالا کافه دار رو نمیگم اصلا کسی که سرمایه گذاره، ولی اگه با یه باریستا بخواد، یه باریستا موفق، به نظر من مهمترین شاخصه ای که باید داشته باشه اون بحث منش و اخلاق و اون بحث مشتری مداری و اون ارتباط گرفتن و بحث این که خودشو بروز بکنه. چون که ما الان
توی خب خیلی از این کافه‌ها می‌بینیم که حالا مثلا بعضن خیلی از این باریستاها واقعا دانش بالایی ندارن ولی خیلی گارد دارن که تو همون حالت بمونن و اصلا می‌بینی که یک نوجوانی میاد و اینا رو خب چالش میکشه و اینکه یه باریستا به خاطر اینکه کار خدماتی داره ارائه میده خیلی باید صبور باشه، خیلی باید با طمأنینه برخورد کنه، خیلی آینده نگر باشه. من میبینم که خب بعضا الان باریستاها خیلی سریع میرن توی بحث کسب و کار خودشونو میخوان استارت بکنن و مطمئناً الان توی این شرایط خب ما نیاز داریم که یه خورده نیروی کارم داشته باشیم. یعنی الان فکر میکنم تعداد کافه‌دارا یعنی باریستاها از کافه‌دارا کمتره. این یه خورده توی این موضوع من نظرم اینه که حالا اون دوستانی که علاقه‌مندن توی حوزه باریستایی کار کنن همون بحث دانش و اخلاق و منش و اون رفتار اجتماعیشون بیشتر میتونه کمکشون بکنه، هم برند بشن، هم دیده بشن، هم اون دایره دوستانشون هم به هر حال گسترش پیدا بکنه. خیلی عالی. یکم قبلتر آقای ظفری صحبت کردیم راجع به این که یعنی شما نظر دادید که رقص و دیجی و این اتفاقاتی که میبینیم جاشون تو کافه ها نیست. میخوام بدونم که جاشون کجاست؟ یعنی ما در آینده جایی رو خواهیم داشت که بشه این کارها رو داخلش انجام داد یا به چه صورت این قضیه؟ نظر شما چیه؟ ببینین الان خب مگه توی الان کشور این فضاها نیست؟ یعنی بخوایم مثلا این مسائل رو بخوایم بپوشونیم. الان خیلی مهمونی‌ها، خیلی پارتی‌هایی که حالا دیگه اسمشو بگیم و حال دور همی‌ها هستن که این اتفاقات میفته. بس بخواد این بحث یه خورده عمومی بشه، بخواد یه خورده توی تمام جامعه رو در بر بگیره، یعنی یه سری فضاها براش تعیین بشه که توی مناطق مختلف این اتفاق بیفته، من با اون باز یه خورده نظرم به هر حال مثبته. این که بخواد توی محیط کافه بیاد این فضاها شکل بگیره قطعا مخالف این مسئله هستم و این که فکر میکنم این نیاز به در اصل حالا مطالعه داره با توجه به این که خب ما یه خورده شرایط کشورمون شرایط ویژه است الان مخصوصا توی این مقطع و نمیتونم قطعا بگم الان چجوری میشه این فضاها رو در اصلا تأسیس کرد، ولی خب میبینم توی این شبکه‌های اجتماعی خب یه سری جاها الان این فضاها داره شکل گرفته، این فضاها داره دیده میشه و این دور همی‌ها و این مهمونی‌ها و این دیجی و من بعضا میبینم که یه سری نوشیدنی‌ها هم حتی توشون سرو میشه. ولی خب میگم تو حالت عمومی یا خصوصی؟ نه تو حالت عمومی اصلا یه فضاهایی هستن که توی تهران الان میبینیم دیگه. آخه برخورد میشه، بازداشت میکنن مدیر کافه رو، نمیدونم. خب ببینید دیگه حالا اینا میگم چون که تو حوزه کاری ما نیست این مسئله، من بیشتر تمرکز ما بحث کافه است. این فضاها خب تو گذشته هم بوده، یعنی الان نمیتونیم بگیم که یه چیزیه که تازه نمود پیدا کرده. توی گذشته هم ما خب توی سری تفرجگاه‌ها میدیدیم که یه سری حالا مهمونی‌هایی توی رستوران صورت میگرفت. الان یه خورده اینا با توجه به این که خب شبکه‌های اجتماعی و خب این حالا مردم بیشتر این مسائل با توجه به که هر کدومشون یه رسانن دارن نشر میدن بیشتر دیده میشه. ولی خب تو گذشته همین فضاها توی کشور بود، حالا نمیتونیم بگیم نبوده، اصلا یه چیزیه که امروز خلق شده. خب مردم ما خب مردم شادی هن، دوست دارن که به هر حال دور هم بودن رو دوست دارن، ولی خب این باز میگم برمیگرده به سیاست‌های کلان کشور که بخوان تصمیم گذاری داشته باشن که آقا اصلا میخوان این فضاها رو عمومیش بکنن. خب من الان دیدم که چند وقت پیش توی مجتمعی یه دورهمی خیلی پرزرق و برقی صورت گرفت که تمام شبکه‌های بین‌المللی هم این پخش شد، یا توی سری حالا رستوران‌ها داره این اتفاق میفته، پخش هم میشه.
ولی من باز میبینم که دارن کار میکنن. اتفاق افتادنش یه سمت ماجرا و پلم شدن و اتفاقای بعدش هم یه سمت ماجرا. نظر خود شما چیه؟ به نظرتون این قضیه یعنی این فضاها ایجاد میشه یا نمیشه؟ من نمیتونم بگم اینا، چون که اگه الان بخوام اینو جواب بدم فردا میگن آقا فلانی گفت که میشه. میدونین میخوام چی بگم؟ ولی خب بشم به هر حال اتفاق خاصی نمیفته، به هر حال عادی میشه. میدونین یعنی الان یه خورده حساسه، الان یه خورده خب میگم ما مگه توی همین 20 سال گذشته این دوره همیای جوونا دوره هم یعنی جمع نمیشدن، مهمونی نمیگرفتن یا حالا نمیگیرن. این یه خورده حالا به نظر من پاسخ دادم به این سوال، یعنی چی میگن دو طرف اون شمشیر است، جواب بدی یه جوری میخوری، جواب ندی یه جور دیگه میخوری. آقا قضیه شهر قم چی بوده که گفته بودن که به کافه ها مجوز نمیدن دیگه؟ شایعه است واقعیت؟ ببینید 2-3 هفته پیش بود که یه خبری توی قم، حالا رسانه‌های قم دوستانی که اونجا داشتیم به ما انتقال دادن که رئیس اماکن قم گفته که دیگه توی قم مجوزی رو صادر نمی‌کنیم. خب این قضیه اول از همه خب برای ما، ببینید من درسته توی تهران حالا اتحادیه کافی شاپ‌های تهرانم، ولی خب میدونید من فعالیتم کشوریه، من اکثر هنرجوام اکثر دوستام تو همه جای کشور هستن، حتی کشور در اصل دور و بر خودمونم و دغدغه‌م اینه که خب این چالش‌ها واقعا برای صنف نباشه و همیشه هم سعی میکنم که راهنماییشون کنم که یعنی توی مسیر قانون حرکت کنن، نه اینکه بخوان قانون شکنی کنن یا بخوان حالا به هر حال ما یه مقرراتی تو کشور داریم دیگه. بعد که بررسی کردم این خبری که در اصل توی قم منتشر شده بود، مثلا این کافه نبوده، این یه افتتاحیه یه حالا رستورانی بوده حالا به اسم کافه که دیجی داشته، مهمونی حالا به هر حال با خواننده و نمیدونم نورپردازی آنچنانی و بزن و برقص و حالا چیزایی که خود اون اخباری که ما دریافت کردیم. من این خبر رو توی پیج خودم گذاشتم و خب خیلی از هم خبرگزاری‌ها برداشتن، همین که خب خیلی از دوستانم واکنش نشون دادن، نه اصلا اینجوری نیست، ایشون این حرفا نزده، مجوز توی قم صادر میشه، کافه های قم بیشتر از نمیدونم کافه های تهران یا آن چیز دیگه. واقعیتش هدف من این نبود که بخوام یه مطلبی رو توی جامعه نشر بدم که بخواد حاشیه برای قم ایجاد بکنه. من نیتم این بود که این مسئله کمک بکنه که هر کسی که تو هر جایگاهی هست میخواد یه تذکری رو بده، میخواد یه در اصل قانونی رو به هر حال اجرا بکنه، این بقیه داستانش هم فکر بکنه آقا این همه جوون دارن توی قم توی کافه های خوب، کافه های با اصالت با کیفیت دارن کار میکنن. شما با این نطقی که به هر حال میگی میتونه اینا رو به چالش بکشه، میتونه صنفشون رو، میتونه حیثیتشون رو، به هر حال وقتی این اتفاقات میفته اگه من توی شهر کوچیکی مثل قم دارم زندگی میکنم شاید حساسیت برای خانواده منم ایجاد بکنه. من الان پام از خونه میذارم بیرون برم توی کافه قهوه بخورم یا با دوستم یه دیدار ساده‌ای هم داشته باشم، این تنش‌زا میشه که این مسائل خدا رو شکر فکر میکنم حل شد. الانم کافه ها توی قم به مراتب بهتر از گذشتهشون هم دارن کار میکنن و این حاشیه جمع شد. یعنی مجوز صادر میشه؟ قطعا صادر میشه. اصلا مجوز صادر کردن دست یه ارگان نیست. ببینین مجوز دست دولت و ما یه سامانه مجوزها داریم. هر کسی توی هر نقطه‌ای که شرایط تجاریش اجازه بده میتونه تشکیل پرونده بده و پروانه کسب بگیره، ولی یه سری محدودیت‌های حالا منطقه‌ای داره، حالا به خاطر اون سیاست‌های حالا این چیزی که توی
مسائل امنیتی هست. حالا مثال کنار دانشگاهه، کنار مدرسه است، کنار مسجده. این محدودیت ها نباشه قطعا، یا یه جای حالا یه منطقه‌ایه که اصلا امنیتیه، خب اون مناطق نباشه کسی نمیتونه اجاره صدور پروانه رو بگیره طبق قانون. و ما میخواستیم این اتفاق صورت بگیره که بگیم اطلاع رسانی کنیم که حالا میاد یه خبری نشر پیدا میکنه جامعه، این که بخوان جلوی کافه ها رو بگیرن یا نذارن کافه تأسیس بشه. این همه الان کافی شاپ داره تو تهران تأسیس میشه، همه میگن مخالف کافه داری هم دیگه، درسته؟ یعنی شما چیزی که از گذشته ما شنیدیم، یعنی کل اتفاقاتی که افتاده برخلاف این بوده که بخوان حمایت کنن از تأسیس کافه. آخه خب خبرم این شکلی بوده که زیادم نمیشد، یعنی عجیب غریب بهش بگیم شایعه است یا هر چیزی. خب با توجه به مذهبی بودن شهر قم و موقعیتی که داره و قوانین ما فکر می‌کردیم که این شکلیه که احتمالاً واقعیت. یه دادستانی دستوری داده گفته که ما دیگه مجوز نمیدیم و اینها. واقعیتش من خودم به شخصه این شکلی فکر کردم. آره قطعاً. خب توی نگاه اول مخاطب همین فکر رو میکنه، ولی وقتی که شما وارد شهر قم میشین، من فکر کنم بالاترین سرانه مصرف قهوه اگه بخوای نقطه یا محله حساب بکنی تو همون ورودی شهر قم و یعنی اون تو همون اتوبان قم داره صورت میگیره اگه میخوام منطقه حساب بکنیم ما. و خب مگه قهوه نمیخورن اونایی که تو قم زندگی میکنن؟ اگه یعنی بیرون نمیرن، مگه ارتباط برقرار نمیکنن، مگه دور هم جمع نمیشن؟ من فکر میکنم که اتفاقا اهالی قم و مردم قم خیلی مردم بروز و روشنفکر رو، یعنی خیلی توی قم اگه در حال اگه رفته باشین کافه های خیلی خوبی وجود داره و فرهنگ خیلی خوبی دارن. حالا یه سری مسائل به هر حال هست به خاطر موقعیتی که هست توی قم یا به خاطر مسائلی که حالا میگن خیلی از این دوستان روحانی اونجا تردد دارن یا زندگی میکنن. این مسائل هست. شما تو مشهد به نظر من قطب بهترین کافه ها داره میشه، شهر مذهبیه، ولی شهر مذهبی بیشتر هم توریستی هن. یعنی شما توی قم شاید سالانه بیشترین توریست حالا بعد از مشهد فکر میکنم توی شهر کلان شهر، حالا میخوام بگم جای شهر که به هر حال از تهران کمترن، فکر میکنم بعدش قم و اصفهان و اینان که بیشترین توریستا دارن. و به نظرم این اتفاق چیز عملیاتی نمیتونه باشه. حالا اگه خود دادستان گفته باشه یا رئیس اماکن دستور داده باشه یه چیزی نیستش که بخواد اجرایی بشه. خب به هر حال مگر اینکه شما نوشیدن قهوه رو منع کنی، مثلا بشه مثل مواد حالا غیر قانونی. یعنی یه سوال من واسم ایجاد شده، از لحاظ قانونی دادستان یا رئیس اماکن دستور بده نمیشه این اتفاق اجرایی بشه که مجوز صادر نشه؟ شما گفتید دست دولته، من این قسمتش متوجه نشدم. ببینین به لحاظ قانون کسی که توی حوزه صنفی توی چارچوب قانون یک کسب و کاری رو تأسیس بکنه کسی نمیتونه اونا کسب و کارش رو تعطیل کنه طبق قانون، طبق چارچوب، مگر اینکه کسی بخواد تخلف بکنه. خب به هر حال میدونید ما یه ضوابطی داریم دیگه، اگه شما خارج از اون ضوابط بخواید کاری انجام بدین قطعا با شما برخورد میکنن. این بحث این که کافه ها توی قم تعطیل بشه یه چیز نشدنیه، یعنی هیچ کسی نمیتونه این کار انجام بده مگر اینکه کافه ها و اون معدود در از کافه نماها بیان یه اتفاقی رو رقم بزنن خودشون تعطیل بشن. متوجه شدم کاملا. آقای ظفری یه مقدار از این مجموعه پرحاشیه برامون بگید که اسمش هم نیاریم بهتره. یه مدتی بود 2-3 ماهی فکر میکنم، البته 2-3 ماهی شما درگیر یه سری داستانه عجیب غریب بودید، کار به شکایت و تهدیدتون کردم به قتل و فکر میکنم یه مقدار برام بگید چی شد اصلا، این جرقه این داستانه از کجا خورد که این اتفاقا پشت بندش افتاد؟ این مشکل از کجا شروع شد در واقع؟
من واقعا این مجموعه رو اصلا نمیشناختم، یعنی نمیخوام بگم که حالا بخوام چجوری بگم که تخریب بکنم میگه نمیشناسمش، واقعا نمیشناختم، چون که من اصلا خیلی تو اینجور مسائل رصد نمیکنم که اصلا کی داره چی کار میکنه. یه روزی یکی از حالا دوستان به من گفت که یه مجموعه‌ای با اسم شما داره تبلیغ میکنه، یعنی اسم ما رو ادورز داره تبلیغ میکنه از طرف مجموعه مدرسه قهوه هنرجو جذب میکنه. من اینو خودم رفتم سرچ کردم، دیدم که این اتفاق اومد و استوری کردم. گفتم اصلا اینجور نون در آوردن ها خیلی چیپه، نباید آدم بخوام. حالا به هر حال شما میتونی با اون شگرد خودت، با تلاش خودت، با اون تجربه خودت، با همت خودت یه کسب و کاری ایجاد کنی، کسی هم با شما کاری نداره. ولی اینکه بخوای دستتو بکنی توی سفره کسی دیگه اتفاق خوبی نیست. حالا من خیلی اینا نمیخوام مفصل، چون خیلی مفصله، خودتون دیگه دیدین 4-5 ماه 3-4 ماه درگیر این موضوع بودیم. بعد حالا این دوست عزیزمون به خاطر اینکه بیاد حالا اصلا دلجویی بکنه، اصلا بگه آقا این اشتباه شده یا اصلا فلان، به ما حمله کرد. یعنی حمله مجازی به ما شد و هزار جور آشیه برای ما اتفاق افتاد. نمیدونم آگهی ترحیم واسه ما زدن، نمیدونم توهین به خانواده و مسائل این چنینی. خب منم خط قرمزم رو دیگه رد کردن ایشون. یعنی واقعا تو این مدتی که من به هر حال دارم الان بالای 33-4 سال فقط سابقه صنفی دارم، تا الان من با هیچ شخصی درگیر موضوعات نشده بودم. ولی چون که ایشون واقعا بی‌حرمتی کرد، این خط قرمز ما رو رد کرد، به خانواده‌ام توهین کرد، دیگه شروع کردم باشون مقابله کردن. و الانم خب بعد از این اتفاقاتی که افتاد خب رأیش هم گرفتم و یه رأی خیلی سنگینی هم براشون صادر شده که قصدم ندارم تو این قضیه کوتاه بیام. تا الانم این مسئله واقعا از نظر وقتی، از نظر روحی، آسیبی که به خانوادم زد، خب نگرانی که برای خانوادم به وجود آورد، تصمیم ندارم که بخوام تو این بحث رضایت بدم، چون که الانم خیلی پیغام و پسخام میاد که آقا بیاین این مسئله رو در از حل بکنین، یه خورده دیگه ادامه ندین. ولی خب من ادامه نمیدم، الان دیگه رأیم اومده، فقط منتظر اجرای قانونم و قانونی هم کارو پیش بردم که این بحث داره تموم میشه به امید خدا. آقای ظفری، 3 تا از باریستاهای مطرح ایران که شما خیلی دوستشون دارید و فکر میکنید تو کارشون خیلی خفنن و کار بلدن، 3 تاشون رو بگید. ببین 3 تا باریستاهایی که بخوام اسم ببرم، حالا 3 تا از اونایی که واقعا زحمت کشیدن رو میخوام بگم. خیلی زحمته، همه باریستا زحمت دارن میکشن، باریستاهای خیلی خوبی داریم. یعنی الان من خیلی باید اسم بیارم، ولی از اونایی که الهام گرفتم، از اونایی که خودم سعی کردم الگو بگیرم، الگوم بودن، یکیش محمد خانی بود، خیلی دوستش دارم، یعنی واقعا انسان درجه یکیه. عرض کنم که سعید عبدی نسب رو دوست دارم. خب میدونین من داشتم برای دیپلم قهوه‌ام که میخواستم از انجامم بگیرم، یه کورس هم باید با سعید میگذروندم که سعید استادم بوده، خیلی دوستش دارم. و باریستای خب خیلی دیگه باریستا، حالا یکیشم دیگه نگم. نه یکیش باید بگی. خیلی هستن، چیو بگم؟ این همه باریستای تاثیرگذار داریم، مگه میشه؟ آخه داریم. ببینین میخوام اسم ببرم، خب همه دوستا من دیگه، این 2 تا عزیز رو اسم بردم که بحثشون فرق میکرد. میدونین ما توی توسعه در از این صنعت خب خیلی مسیر پرتلاطمی داشتیم و این 2 تا عزیز خب جزء اون میگم دوستانی بودن که خب توی اون شروع کار به هر حال تاثیرگذار بودن. ولی اجازه بدید نگم دیگه این آخریه رو، چون که واقعا تو ذهنم نیست.
اوکیه. دو تا از برشته کاری‌های محبوب شما، حالا چه حالت، چه توی اشل بزرگ کارخونه باشن، چه لوکال یه کارگاهی داشته باشن، به جز برندهای خودتون؟ برشته کاریایی که توی الان من میبینم، خب امکان به نظر من هم جایگاهش رو الان پیدا کرده، هم خوب داره کار میکنه و برشته کاریای خوب که من ژاوا هم فکر کنم خوب باشه. خیلی عالی. 3 تا از کافه های مورد علاقتون تو تهران؟ کافه های ببینید، من الان اتفاقاتی که توی کشور افتاده خیلی من خوشحالم از این بحث و میخوام برای اون چند تا کافه تاثیرگذار، حالا کافه های خوب که خب ما خودمونم از قدیم کافه دار بودیم، ولی به نظر من جا داره که اینجا لمیز اسمش برده بشه، سایه‌دینی اسمش برده بشه و حالا اون تمام اون مجموعه کافه هایی که تمرکز و نگاهشون به نوآوری و به رقابت سالم و به یک کار بین‌المللیه، چون این کمک میکنه ما صنعتمون بزرگ بشه. حالا کافه های لوکال خیلی خوب داریم، اصلا نمیشه ازشون گذشت، ولی من این دوتا رو میگم که دوتا رو گفتم که واقعا اینا توی رشد و توسعه کافه داری تو کشور خیلی موثر بودن. آقای ظفری، اگه رئیس اتحادیه باشید و بشید، در واقع اولین اقدامی که انجام میدید چیه؟ اگه رئیس اتحادیه بشم، خب الانم ما خب به هر حال نایب رئیسم، یه رئیس خیلی خوب دارم، دوستیم با هم، همراهیم، ولی خب جایگاه رئیس خب یه جایگاه ویژه‌ایه و قطعاً خب اختیاراتشون از نایب رئیس خب 100% اختیارات یه اتحادیه رو رئیس اتحادیه داره. ولی من اگه رئیس اتحادیه باشم نمیتونم این شرایط رو تحمل کنم اصلا. چه شرایطی؟ شرایطی که به هر حال توی بحث چالش‌های صنفی وجود داره، بحث تداخل صنفی داره، بحث این فروش قهوه تو همه این دکه ها، سوپرمارکت ها، نمیدونم املاک، مکانیکی، نمیدونم کتاب فروشی، همه جا الان شما میبینین که این بحث قهوه، حالا شاید طرف که تولید کننده است بگه آقا چه ایرادی داره، قهوه دارن میفروشن دیگه، ولی روح کافه نشینی و روح قهوه نوشی اصلا اینجوری نیست. شما میخواین قهوه نوشیدنی نیستش که آمپول نیستش که به خودت بزنی بگی الان آروم شدم، یا نمیدونم قرص نیستش که بندازی بگی حالا من الان نمیدونم رفتم بالا اومدم پایین. قهوه نوشیدنی که واقعا محیط پیرامون اون قهوه به شما انرژی میده و اون نوشیدنی باعث میشه که تو اون محفلی که داره ارائه میشه روحش کامل میکنه. من به نظرم اینا رو بهش بیشتر دقت میکنم، سعی میکنم که واقعا توی بحث تداخل صنفی و این همه متولی که توی کافه ها هست، شما میبینید که 1000 جور عنوان هستش که اولش کافه هست الان توی این همه اینجوری داره زیادم میشه. و این که بحث این ارزش ببخشید چالش مالیاتی که داره، تا اونجایی که توانم باشه در از سعی میکنم که این ضریب رو واقعا کاهش بدم، چون که یکی از مهمترین دغدغه‌های خود من این بحث ضریب مالیاتی و مسائل استانداردسازی کافه ها. یعنی واقعا ما نیاز داریم که یه بازنگری بشه این بحث کافه ها و یه کارگروهی ایجاد بشه که روی استاندارد درستی کار کنیم. یعنی ما الان یه اتفاقی توی کافه میفته که مسئولین هم بدونن، قانونگذارا هم بدونن این به کافه ارتباط نداره. میدونین میخوام چی بگم؟ مثلا مثل که تو نونوایی شما بریم مثلا لبنیات بفروشید، میدونین بدونه که آقا این کافه واقعا خب قهوه است و محیط آرومه و 4 تا در اصل منوی حرفه‌ای داره ارائه میشه و حالا یه تولدی گرفته باشه اونجا در حد یه کیک شمفود کردن و اینا اتفاق خاصی نمیفته. ولی این که میگم این استانداردها توی کافه ایجاد بشه و
همین. الان چرا این اتفاقا نمیفته؟ خب شما تو اتحادیه درسته حالا نایب رئیسید، ولی خب میتونید پیشنهاد بدید مطرح کنید دیگه. ببینید الان هم ما این کارا رو انجام دادیم. خب ببینید ما تا این یعنی توی وقتی که در خدمت شما هستم ما هر روز این مسائل رو داریم، ولی خب میگم تو این موضوعات من بیشتر تمرکزم رو میذاشتم، ولی الان هم خب داریم ما این کارا رو پیش میبریم. کم و کاستی داریم و اینکه تداخل صنفی که دارم عرض میکنم، اتحادیه الان به تنهایی نمیتونه این کارا اتحادیه انجام بده که الان چقدر ما ماده 27 دادیم، چقدر اخطار دادیم. اینی که من میگم این کارا بیشتر جدی‌تر انجام میدم، یه چیزی خارج از اتحادیه باید، یعنی انرژی خارج از اتحادیه باید بذارم، یعنی بیام وقت بذارم برم رایزنی کنم، برم جلسه بذارم، برم ارتباط بگیرم تا اینکه این موضوع تداخل صنفی رو کلا ریشه کن کنم. ولی اینکه الان خب به هر حال باید اون دستور بالاتر از من باشه. من یه دونه خودسر نمیتونم کاری را توی اتحادیه انجام بدم. به هر حال اتحادیه کار گروهیه، یه هیئت مدیره داره و هر اتفاقی که اونجا میفته باید هیئت مدیره نظر بده. شاید توی مقطعی نگاهشون این نباشه که بخوان این چالش الان به این سرعت رفع بشه، ولی من تمام انرژی رو میذارم که این چند تا بخش که دارم عرض میکنم انجام بدم و قطعا این ویدیو هم میتونه، حالا این گفتگو هم میتونه پیش شما سیو باشه که ببینید من واقعا سعی میکنم اون چیزی که مطرح کردم انجام بدم، حتی به یعنی چی میگن به بحث زندگیم یعنی ختم بشه. خیلی عالی. بریم سراغ سوال آخرمون که معمولا از همه مهمونامون میپرسیم. با توجه به حالات سابقه‌ای که شما داخل صنعت قهوه و هورکا دارید، میخواستم بدونم پیشنهادتون یا حالا اسمشو بذاریم نصیحتتون به یک جوانی که 18-19 سالشه میخواد وارد این حوزه بشه چیه؟ این پیشنهاد من اینه که واقعا یه جوونی که الان اصلا بچه خودم بخواد وارد این بشه، حالا خیلی کم سن ساله ولی خب از 7-8 سالگی گذاشتم که باریستایی رو یاد گرفته، ولی که جوونی که میخواد وارد این عرصه بشه، مهمتر از این که اصلا رویات خودش رو بسنجه، ببینه میتونه توی این حوزه موفق باشه، ارتباطات عمومی خوبی داره، اون صبوری رو داره، اون توان ترخوش کردن مشتری رو داره، چون که به هر حال ما سلیقه‌های مختلفی رو توی طی روز توی کافه باهاشون برخورد میکنیم. و اینکه اگه دید ابتدای اول با رویاتش این بحث سازگاره و علاقه‌مند به این حوزه، سعی کنه که مهمتر از همه چیز دانشش رو به روز بکنه. و میدونین ما به واسطه اینکه خب این محصول، این نوشیدنی خب یه چیز وارداتیه، خب قطعا نیاز داره که به یه سری اتفاقات به روز دنیا دسترسی پیدا بکنه، سعی کنه اون پرزنتش رو قوی بکنه، سعی کنه زبان انگلیسیش، مثلا یه دونه زبان انگلیسی رو حتما توی این چیز پایه اساس کارش قرار بده، چی که جلوتر بره به مشکل برمیخوره. و اینکه یه خورده میگم آستانه تحملش هم بالا باشه و پشت کار. ببینین من روزی که حالا میخوام برگردم به اون سن در اصل نوجوانی و جوانی خودم، بخوام اشاره بکنم که اگه حالا خدای لطفی کرد که من از زیر صفر اومدم و تو این سن رشد کردم، موفق شدم، این بود که واقعا ارتباطات عمومی خوبی داشتم. یعنی من با همه سعی کردم که ارتباط خوبی بگیرم، پشتکار خوبی داشتم و این میتونه پشتکار به هر حال خیلی تأثیر داره. ببین الان ما بحث نسل زد رو داریم، خب با روحیات نسل زد من الان میخوام یه چیزی رو پیشنهاد بدم، شاید الان اصلا براشون این مسئله قفل باشه، اصلا نخوان، شاید اصلا براشون یه چیز یعنی جذابی نباشه، ولی واقعا با اون چیزی که حالا من خیلی خلاصه بگم، این مسائل که من گفتم خودش بیاد با اون رویات خودش اینا رو منیج بکنه که
این مسائل میتونه توی رشد صنفیش کمک بکنه. خیلی عالی آقای جعفری، ممنون از وقتی که گذاشتید. امیدوارم که بیننده ها و شنونده هامون هم مثل من لذت برده باشن و از حرفاتون استفاده کنن. اگه خداحافظی چیزی هست با بیننده ها و شنونده همون داشته باشیم و خداحافظی کنیم. منم خیلی ممنونم از شما. واقعا من که سیر نشدم از این گفتگو و خیلی دوست داشتم که بیشتر از این در خدمتتون باشم. خیلی لذت بردم. روز خیلی خوبی بود و از خود شما، از تمام همکارانتون بابت این اتفاق تشکر میکنم. دم شما گرم. مرسی. خسته نباشید.